برای موفق شدن از کجا شروع کنیم؟ تقریبا همه آدمای روی کره زمین دوست دارن موفق بشن و به اون چیزایی که دوست دارن برسن. اما نمیدونن برای موفق شدن از کجا شروع کنن. همیشه سوالای تو ذهنت میاد که چجوری شروع کنم؟ از کجا شروع کنم؟ چطوری به دستش بیارم؟ اینا سوالای بی جوابی هستش که همیشه اذیتت میکنه. اما نگران نباش، من میخوام تو این کلیپ بهت کمک کنم که چجوری و از کجا شروع کنی تا در نهایت به قله خواستهات برسی. چند تا مورد اساسی و پایه‌ای برای موفق شدن هست که میخوام به ترتیب بریم جلو. اول اینکه برای شروع هر کاری که دوستش داری انجام بدی تا بتونی تا آخرش دوام بیاری و یکی از بهترین های اون کار باشی، جمع کردن اطلاعات راجع به اون کاره. مثلا میخوای کسب و کار را بندازی، اول باید حسابی راجبش تحقیق کنی. اگه حوصله کتاب خوندن رو نداری، راجب حوزه کاریت از کسایی که تو اون کار بودن بپرس، از تجربهشون استفاده کن، یا اینکه هم مقاله های گوگل رو به صورت خلاصه چک کن. و خیلی راه های دیگه هم هست که میتونی راجب حوزه کاریت تحقیق کنی. اگه تحقیق نداشته باشی، بعداً تو جریان کار هزار جور بهونه در میاری که نمیشه، نشد، سخته، نمیتونم. اینا همه دلیل انصراف از اون کار مورد علاقت میشه که در نهایت آخرش افسردگی و شکست برات میشه. پس هوشمندانه استارت کارتو بزن. دومین گزینه که بهت کمک میکنه کسب مهارت‌های اولیه است. بعد از مطالعه و تحقیق باید یه سری مهارت‌های لازم رو مرتبط تو زمینه کاریت یاد بگیری. ببین، هر کار رو بخوای شروع کنی باید یه سری آموزش اولیه است که اونا رو باید یاد بگیری. پس سعی کن مهارت‌های مورد نیاز اولیه رو همون ابتدای کار به خوبی یاد بگیری تا انجام اون کار برات لذت بخش بشه و بتونی با اطمینان بیشتر و راحت‌تر در مسیر موفقیت قدم برداری. خیلی ها هستن تو این مرحله جا میزنن و جدی نمیگیرن. با خودشون میگن بلدم، آسونه، چیزی نیست، وقت گیره. اما بعدن همینا باعث میشن وسط کار لنگ بمونی، نتونی ادامه بدی. پس برای رسیدن به اون چیزی که میخوای باشی، اول مهارتاشو یاد بگیر. سومین گزینه، سخت نگیر و فقط انجامش بده. بعضی‌ها هم توی ترس قبل از شروع و اینکه مطالعه ها و یادگیری مهارت های اولیه خیلی وقتگیر هستن و جذابیت ندارن غرق میشن. این افراد به شکست قبل از شروع دچار میشن و اصلا توی مسیر موفقیت نمیتونن قدم بردارن، چه بخوان که موفق بشن. اما یه راه حل ساده برای اینکه بتونی از این مراحل اولیه عبور کنی وجود داره و اونم این جمله طلاییه: Just do it. فقط انجام بده. این جمله شاید برات آشنا باشه. این جمله رو حتما یه جای قبلا دیدی یا شنیدی. الان بهت میگم. رو اکثر تیشرت های اسپورت این نوشته به زیبایی بولد شده. این جمله خیلی ساده به نظر میرسه، اما واقعا تمام مشکلات رو میتونه حل کنه. پس زیاد سخت نگیر. کار و مشکلات کار رو پیش بینی نکن و فقط شروع کن به کار کردن. مثلا آدمای موفقی مثل استیو جابز، رونالدو، بیل گیتس، ایلان ماسک، اینا آدمای موفق تو زمینه کارشون فقط ادامه دادن و ادامه دادن و انجام دادن تا به جایگاهشون رسیدن. پس تو هم کم نذار. برای به دست آوردن چیزی باید بهایی پرداخت کنی. اون بها میتونه وقت باشه، پول باشه و یا هر چیز دیگه ای. پس همین حالا شروع کن. همین الان، همین امروز شروع کن. هر کاری که بهش علاقه داری رو انجامش بده. توی این مسیر احتمال داره با شکست‌های مواجه بشی. پرقدرت برو جلو و در آخر موفقیتت رو جشن بگیر. اگه همین الان شروع کردی هم میتونی جشن موفقیتت رو بگیری.
چون شما سخت‌ترین مرحله رو انجام دادین. شروع حرکت سخت‌ترین قسمت حساب میشه، اما هر چقدر شما ساده تر برخورد کنید راحت تر خواهد بود. حالا بریم یه سری به زندگی یکی از آدمای موفق این کره خاکی بزنیم. اونم کسی نیست جز استیو جابز. شاید خیلی هامون داستان زندگی استیو جابز بنیانگذار شرکت اپل رو خونده یا شنیده باشیم. استیو جابز حدود 18 ماه در خوابگاه دوستش روی زمین میخوابید. مدتی بی خانمان بود. قوطی نوشابه جمع میکرد و با غذا معاوضه میکرد. اما هیچ کدوم از اینها باعث نشد تا انگیزه درونی استیو جابز رو برای تبدیل شدن به یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های دنیای تکنولوژی و تأسیس اپل از بین ببره. استیو جابز شرکت اپل رو در گاراژ خونش بنا کرد و اونجا اولین کامپیوتر اپل رو ساخت. جابز با انگیزه فوق‌العاده روی ایده‌هاش هر روز سخت کار میکرد. حتی وقتی استیو جابز رو از شرکتی که خودش تأسیس کرده بود اخراج کردن، چه اتفاقی افتاد؟ استیو جابز میتونست تو خونش بشینه و فکر کنه که ممکنه باز شکست بخوره. اصلا شروع نکنه. اما اون کار خودش را ادامه داد و دوباره شروع کرد. استیو جابز برای خیلی ها میتونه یک الگوی فوق‌العاده برای رسیدن به موفقیت باشه. تو هم میتونی استیو جابز خودت باشی. به امید موفقیت خودت و بقیه دوستات این کلیپ رو بفرست به بهترین دوستت تا اونم از این ویدیو بهره مند بشه. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادت نره. ممنونم از اینکه پای این ویدیو نشستین. به امید دیدار.